عابد جان یکی از ثروتمندترین مردان افغانستان بود. او آنقدر دارایی داشت که در تمام شهرهای بزرگ افغانستان خانه‌های زیبا با باغچه‌های سرسبز، حوض‌های آببازی، میدان‌های تنیس و گاراژهای بزرگ داشت. اما برخلاف تصور عامه در مورد افراد ثروتمند، او انسان بسیار نیکوکاری بود. به مردم خیانت نمی‌کرد، دروغ نمی‌گفت و هرگز معامله ناعادلانه را انجام نمی‌داد. او در بخشش و خیرات نیز پیسه زیادی را پرداخت می‌کرد. عابد جان تنها یک دختر داشت که نامش اسما بود. از آنجایی که او یگانه فرزندش بود، مورد توجه خاص پدر و بقیه اطرافیان قرار داشت. بعضی اوقات محبت و توجه بیش از حد باعث فاسد شدن کودکان می شود. اما اسمای عابد جان این گونه نبود. او هم مانند پدرش با دیگران بسیار خوب و مهربان بود. اسما دختری بسیار پاکیزه و با سلیقه بود. او بسیار پرهیزگار بود. نمازهای پنجگانه را به جا می آورد و هر روز قرآن کریم را تلاوت می کرد. بهترین ویژگی اسما این بود که هرگز بر سر غذا بهانه نمی گرفت. او برای خوراک گریه یا بدرفتاری نمی کرد. با اینکه پدرش توانایی داشت تا هر روز بهترین غذاها را برایش فراهم کند، اما او بدون آنکه پیشانیش را ترش کند سبزیجات و غذاهای آبپز را هم می خورد. او برای هر نوع غذا که به دستش می رسید شکر الله متعال را به جا می آورد و می گفت: میلیون ها انسان ها هستند که چیزی برای خوردن نداره و شبها گرسنه می خوابند. اما یک مشکل کوچک وجود داشت. او موز را نمی خورد. وقتی که به موز نگاه می کرد احساس حالت تهوع به او دست می داد. در ابتدا پدرش فکر می کرد شاید او حساسیت دارد. او را پیش بهترین دکتران برد. اما همه آنها گفتند که اسما صحت بسیار خوبی دارد. این مشکل کوچک گاهی سر دسترخوان مشکلات بزرگ ایجاد میکرد. بقیه اعضای خانواده موز را دوست داشتند، اما وقت موز روی میز گذاشته میشد اسما حتی به آن نگاه نمیکرد. چون همه اسما را دوست داشتند، برای مدتی از آوردن و خوردن موز در خانه خودداری میکردند. یک روز عابد جان نزد اسما رفت و گفت: دختر عزیزم، ما متوجه شدیم که تو موز را دوست نداری. میتونی به ما بگویی که مشکل در کجاست؟ بابا، معذرت میخوایم که شما و دیگران را به زحمت انداختم. مشکل این است که وقتی لکه های سیاه را روی پوست موز میبینم حالم بد میشود. منظورم این است که چطور میتونیم چیزی را بخوریم که خراب شده باشد؟ بابا، شما میدانید که من حتی سبزیجات و جوشانده شده را هم میخورم. اما آیا از من توقع دارید تا غذای فاسد را بخورم؟ اوه، این که یک مشکل بسیار کوچکی است. بسیار خوب است مای عزیزم. من انشالله امروز برایت یک موز بداغ میآورم. وقتی آن را چشیدی چیزی به تو خواهم گفت که شاید تا به حال نمیدانستی. تشکر بابا. خداوند با شما برکت دهد. شما خیلی به من فکر میکنید. آن روز به اسما یک موز کاملا بداغ داده شد. موزی که کاملا زرد بود و در دو طرفش کمی رنگ سبز داشت. او پوست موز را جدا کرد و در کمال تعجب داخل آن میوه سفید و شیرمانند دید. این اولین بار بود که او داخل یک موز را کاملا سفید میدید و آن را خورد. خوب اسما، مزه موز چطور بود؟ بابا، ظاهرش خیلی خوب بود اما مزهش خوب نبود. یک قسم بیمزه بود. بسیار خوب اسما. حالا این موز داغدار را امتحان کن. اسما با بیمیلی آن را گرفت. پوستش را جدا کرد و به داخلش نگاه کرد. این موز نسبت به قبلی کمی نرمتر بود و اینجا و آنجا لکه های سیاهی داشت. با اینکه دلش نمیخواست آن را بخورد، اما کنجکاو بود تا بداند که پدرش چی میخواست برایش بگوید و آن را خورد. کدام یک بهتر بود؟ بابا، لکه‌دار با این که در ظاهر کمی خراب معلوم میشد اما مزهش خیلی بهتر از آن دیگری بود. اسما،
این دقیقاً همان چیزی است که من میخواستم به تو بگویم. هیچ وقت یک کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن. دقیقاً مثل موز. هر انسان لکه ها یعنی عیوبی دارد. منظورم این است که تو ممکن است تمام رفتارهای یک نفر را دوست نداشته باشی، اما باید او را در کل بپذیری. انسانها و میوه‌های شیرین و خوبی هستند. اگر تو همیشه فقط به عادتهای بدی یک نفر نگاه کنی، هرگز نخواهی توانست دوستی پیدا کنی. چون هیچ کس بیداغ و بیعیب نیست. اگر کسی عیب‌های دارد اما در مجموع انسان خوبی است، باید با او دوستی کنی.